الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوجای محترم، من شما اومده پیش غار ثور به من کوهی که دیده استودید بولنده او بولوش بینید خدای خونه با اینجا نمیساز. انا همونجا ده غار های نومش غار ثور. غار ثور تاریخش رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیغمبر شده مکه مکرمه ده الله تعالی همچون پیغمبر گسیل کرد. بینید که پیش از پیغمبری رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام اهل مکه ناز میدید. تمام اهل مکه میگو که همه باورناکترین انسان، همه بهترین انسان، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان کس به خیانت کردگی نه، یگان ور دزدی کردگی نه، یگان کس حقارت کردگی نه، یگان کس حقش به خیانت کردگی نه. اینا خدیجه مادرم تصدیق کردن. وقتی که غار هیران ده آیت نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به حد ترسیدن. جبرائیل علیه السلام دیده، خدیجه مادرم گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه و سلم این یا خیر که گفتن از طرف الله برای شما شاید باشد، چون که گفتن شما انسانی که یک کس به خیانت نمیکنید، حق یک کس نمیخرید، دروغچی نیست، امانت دارید، انشالله این یک خیر گفتن. انا کن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم الله همچون پیغمبر کده فرستاد، تمام اهل مکه گنده دیدن، چون که اهل مکه اکثریتشون چه بدن؟ بت پرست، هیکل پرست بدن. مال دولتشون بسیار بود، قریش‌ها یعنی بوی بدن. به سبب کبر هوا، به سبب ثروت و دولتشون تن نگرفتن که این هیکل‌های خدا کده که بودن هیکل ترک نکردن. الله یگانه ایمان نآوردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز دعوت میکردن، هر روز دعوت میکردن، لیکن بجای قول کردن غیر از کمبغلای و بیچاره‌ها دیگه اون بوی‌ها اکثریتشون قول نکردن. حتی یک روز مجلس ها تشکیل میکردن که چخیل محمد این فکرش گردانه. حتی تمام جمع شده مجلس به اومده گفتن که یک وکیلاشون گسیل کردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. اومد گفت که ای محمد، گفت تو گفت اگر بایگر خورساشی همه تمام بایگرمای توپ کمیتیم بایترین موشاو گفت، اگر دولت و ثروت خورساشی موتیا پوشوک میمونم، یعنی همه قبیله ها ما باش کده میمونم تا رئیس موشاو گفت. خواه گفت دخترام میتیم دمود موشاو گفت، فقط این راحت گرد گفت. نیکه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مال شده، برای زن شده، برای دولت شده پیغمبر نشده بودن. اینه که الله اختیار کرد که تا که رسالت الله به مردم رسونن، تا که مردم مشرک بت پرست بدن، هیکل پرست بدن، این کارهای غریزشون گردانده تا که الله به عبادت کردن و دعوت کردن بود. این دعوت نپذیرفتن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زدند، گردن مبارکش ما اشکمبه های اشتره اخلاطاش که بروش زدن، تن تیمتوی کردن، سحرگر گفتن، بخشی گفتن، فولبین گفتن. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم همش به صبر کردن، این راه نگشتن. آخرش مصلحت کردن که محمد قتل میکنه گفتن، محمد قتل میکنه. این اوج مویا گفتن به حد تنگ کرد. لیکن این محمد که بود صلی الله علیه و سلم پیامبری که الله فرستاده بود، حمایه الله هنده، اینا دوست الله بدن، این چیز بیخبر بود ها که خیال کرد که آدمی بهم قتل میکنه گفتن. مصلحت کردن بدلشون، پشقی کردن، زیرکی کردن. لیکن الله تعالی آگاه کرد که محمد گفت مکه ترک کن گفت، مکه ترک کن گفت. اوشه مادرم روایت میکنن ابوبکر بن بگون محمد صلی الله علیه و سلم خانه ما اومدن، دختر ابوبکر صدیق بودن. پدرم که در روشون هم صحبت کردن، پدرم خرسان شدن که میگفت نخواد که سفرنده به شما همراه شوم گفتن. الله تعالی امر کرد این دشمنش با خبر کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق با گفتن که ای محمد، گفتن این شب گفتن مکه ترک میکنم، همین شب مکه ترک میکنم گفتن. سبحان الله، شوکه شد. این دشمنا هم خیلی مصلحت کردن، گوش کنید اوجا کلاتون دیگه جا که بند نکنید. این دشمنا همچنان مصلحت کردن که مکه پیش همه خیلی عادت بود که یک کس کشد، قبیلش اویلش اومده قسم میگرفتن خیم به خیم. اگر ایها پشقی که مصلحت کردن که از 12 تا قبیله یکتگی یگیتی بقات میمونه، 12 تا قبیله و ما همش یکتگی شمشیر زده میکشد محمد. این قبیله عبدالمناف هاشمی های اما قصد نمیتونه هستن، خون بهاش اشتر میتیم و خلاص میشه گفتن.
همانند الله آگاه کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم جوگه شما حضرت علی خواندن. حضرت علی خوانده شوکه حتی برآمده میگون خوکه گرفته چنگ کده وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یعنی آیت از سوره سه یاسین، از سوره یاسین خوانده چنگ کده برفتن، این چشمشو میگون ندید رسول الله صلی الله علیه و سلم. یه معجزه الله حمایت کنیش ببینید که اما بینشون گذشته برفتن چشمشون همون وقت کور شد رسول الله ندیدن. همون آیت خوانان گذشته برفتن الله میگه قرآن انده پیش چشمشون پشتشون من پرده پتافتم اینو ندیدن. میگه سبحان الله اینو ندیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشته اومدن همه غار ثور اصلش بینید رسول الله صلی الله علیه و سلم زیرکشونه راه مدینه راست نبرفتن، این راه چپی طرفی یمن بود این طرف بزدن که تو که دشمنا مدینه برفته اون طرف کوفته را رفته. اومدن بالا همه کوه بر اومدن. ابوبکر صدیق کده تک در غار با اومده. ابوبکر صدیق گفت که استید رسول الله در اومده در نوع غار توزه کردن، خور و هوش گرفتن، توزه کرده سونه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آورده شنوندن، حتی جاهای سراغی یعنی مور و گشتم خونچه‌هاش بود لباساشون درونده پناه کردن. همونجا میگود رفته شتگی شونده وقتی که هلاک شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم بغل ابوبکر صدیق خنده خواشو میبره. همین میگه یک سراغ میموند پوچکشون که پناه کنن امتحان بینید که با همون سراغ یک گشتم مور بر اومده پوچکشون میگزه. با اورا گازدم میگه تو فرق سر همه جا در کتاب اومد در کرد لیکن رسول الله بیدار نشوند گفته جبدگیشون نی. سبحان الله محبت ببینید او دو ببینید که رسول الله بیدار نشوند گفته سه نجمدن آخرش در زور شده او دیدشون چکد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدار میشن. ای صاحب من میگن ابوبکر چرا گریه میکنید؟ گون ای رسول الله میگن پوچکم یک چیز گزید. آیا خسته توف مبارکشون گیته مولده دعا میکنن الله شفا میتید. همانند دشمنا میگو کوفته تک در غربه میبیاد، تک در غربه بیاد ابوبکر صدیق به حد میترسن خاطر میشن که رسول الله از قتل میکنن. گفتن همانند ببینید که الله تعالی آیات نازل میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن ای ابوبکر شما محزون نشید. دوستی که میگو سیمشون الله باشد شما چه خیلی فهمیدید همه نمیگو از سه میترسید که الله با ما میگون الله یاردمچی ما الله پناهگاه ما الله ما یاردم میکند. همانند میگود یک تورتنک بر اومده تک در غربه تورتنک کشید، یا چمچق اومده تخم انداخت میگود خونه مونده. دشمنی که اومد تک در غربه بیند تورتنک کشته که جای سیوی میکند ایش که در اومگن جای کونه خیال میکند. دشمنو میگون نوش پوچکشون دیسی میگو خم شود میبیند مویا میگو. الله آیت انده همه ذکر میکند که قال لصاحبه صاحبش و ابوبکر صدیق و محمد صلی الله علیه و سلم گفت که میگود لا تحزن ان الله معنا، محزون نشو حزین نشو تو نترس خاطر نشو که الله با ما گفتن. همانند دشمنو فرد اومده برفتن میگون همینجا بعضی سه شبانه روز همینجا شتن میگون دختر ابوبکر صدیق شبانه اسما اومده تمام داده میبرفتن. چهارم روز فرد اومده سونی سوی مدینه منوره برفتن. این بود کمتر تاریخی غار ثور. این فایده ای که من شما میگیرم سیاکن و محترم جماعت، یک فایده ای که میگیرم یکمش محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری که الله فرستاد، پیغمبری که از درون تمام انسان ها بهترین انسان تعلق کرد، ایاشان خودش تربیت کرد الله، تولد شدن پدرشان گذشتگی بعد یک چند وقت مادرشان گذشت باباشان گذشتن یتیم کلان شده الله تعالی خودش همچنان پرورش کرد که فقط الله به محبت کتی کلان شدن، فقط الله به تکیه میکردگی شدن. پیغمبر عادی نیست اینا الله دوست می‌داشته. پیغمبر دیمش الله بینید حمایت کنیشه، الله جوگشون حمایت کرد، دشمنای چشمش کور کرد دیدن نتونستن، غار ثورنده حمایت کرد که خم شود میدیدن الله حمایت کرد، چمچقا اومد تورتنکو کشید این الله حمایش. و بینید که ابوبکر صدیق فضیلتشون که تمام علماها میگن ایمان ابوبکر برکشی از تمام امت وزن میبیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سفر به همراه میشه تا که به نهایت خرسان شدن که من نخواد که شما هم سفر شوم افته یار بهترین رسول الله، دوست بهترینشون، دوست بهترین الله، قینتای رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دین اسلام به نهایت صادق بدن. و بینید که یکی از فایده های کلان الله دایم پیغمبراش به مومن ها یاردم میکند، الله مومن های دوست میدارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی بلندین بدن یک جنگ غزوه میشد، بعد جنگ اداشتن یک مادر کودکش گم کرده به نهایت حلاوت کتی میکواد
من کدامتون تیار از کودکتون گم شود؟ هیچ که تیار نیه بچه‌تون ویرتون گم شود. هیچ که دلش نمیتیاد. کودکش گم کرده همچنان گیرسته میکواد میواد و بغلش به زیر میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن انا همین مادر گفتن فرزند با محبت شقه های گفتن که صحابه گفتن برکشته نمیشه دینا. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن الله گفتن مومن های همین مادر فرزندش چه خیلی ناز بیند زیادتر ناز میبیند. الله مومن های مسلمان های بین های دوست میدارد. من شما حمایت میکند. من شما هدایت میکند. من شما ان شاء الله عروس میکند جنت میکند. اوجای محترم یعنی من شما هم دایم الله با تکیه کردن یاد گرفتن ما در کار بوده است. الله با دعا کردن یاد گرفتن در کار بوده است. الله امید پایده داشتیم که الله هر یک حالت ما من شما میکند یاردم میکند. الله تعالی این سفرها برای همه ما فایده گرداند. ان شاء الله زیارت دوام میتیم.